اگر کسی دید جانش یا مالش یا ناموسش در خطره، طبق شرایطی میتونه از خودش دفاع بکنه و در خلال این دفاع اگر مرتکب قتل شد علل موجه جرمه، قصاص نمیشه، دیگه هم پرداخت نمیکنه. همین میونه کلامتون همین دفاع مشروع یه توضیح میدین؟ این که الان یه خانومی توی این شرایط قرار میگیره، بعد چی کار بکنه که متهم به قتل نشه؟ اینو یه توضیح راجعش بدید اگه تو شرایط مشابهی که قرار گرفت. مبحث دفاع مشروع یه شرایط خاصی گنجونده شده که خطر قریب الوقوع باشه، شخصی که مورد تهاجم یا تجاوز داره قرار میگیره دسترسی به پلیس نداشته باشه، دسترسی به اصطلاح کمک افراد نداشته باشه و الا میتونه یا میتونسته مثلا فرار بکنه، تحت یه شرایط و یک موقعیتی قرار بگیره که هیچ راهی غیر از دفاع نداشته. این باید ثابت بشه. خب و نوع دفاع هم باید مشخص بشه. مثلا پرونده هایی داشتیم که یه جوانی اومده بود، جوان تنومندی، پیرمردی رو به قتل رسونده بود، میگه من خودم دفاع کردم، ایشون میخواست به اصطلاح من تجاوز کنه. خب این قابل قبول نبود. ایشون جوان تنومند که میتونست فرار کنه، حتی یه مشت میزد آقا میافتاد، نیازی به کشتنش نبود. اینها و سایر مسائل خب از منظر قضات دور نمیمونه. یعنی اون صحت سقم اظهارات متهم و مدعی دفاع مشروع به هر سبک سنگین میشه. در قانون جدید هم یه مقدار این قضیه تسهیل شده، چون قانون قبلی مثلا یکی از موارد این بود که حمله با دفاع متماثل باشه، که من یادم اون موقع میگفتم خب کسی که در شرایط این چنینی قرار بگیره نمیگه آقا وایسا من کتاب قانونو ورق بزنم ببینم این دفاعیش دارم میکنم از خودم درسته یا نه. در قانون جدید میگن اصل دفاع ثابت بشه، حالا نمیگن متناسب باشه متماثل باشه، نه. همین اندازه که ثابت شد اون شخص متهاجم است یا مهاجم است و فردی مدعی دفاع مشروع واقعا داشته از خودش دفاع میکرده، این مشمول دفاع مشروع میشه. مراتبی داره هم در فقه هم در قانون.